سلام همراهان فیچرمن. با اپیزود سوم از بررسی اسکنر KP دیجیتال در خدمت شما هستم. اسکنری که در 2 جلسه گذشته به مرور کارش روی کست و همینطور در واقع به آنباکسش پرداختیم، با قطعات آشنا شدید. امروز اجازه بدید ببینیم در عملکرد داخل دهان KP چطوری عملکردش رو به نمایش میگذاره. مثل همیشه در خدمت ساره عزیز هستم برای اسکن فک بالا و فک پایین. ساره دندانی عوض نشده؟ چیزی تغییر نکرده برای تو؟ نه. اون دندون عقل هنو داری؟ من کی بکشم اون دندون رو؟ اسکنر رو همونطور که صحبت کردیم یه اسکنر 251 گرمیه، تو رنج در واقع معمول اسکنرهای داخل دهانیه. خب فیچرهای معمول اسکنرهای امروزی بهش اضافه شده. از یه اسکنر 2023 انتظار داریم که AI داشته باشد، گستچر کنترل داشته باشه، یعنی من بتونم بعضی از کنترل ها رو خود در واقع بدنه اعمال بکنم و خب اون LED لایت هم کمک میکنه بتونم استپ های کارم رو ارزیابی کنم. من کیس رو معرفی کردم به نرم افزار. UI نرم افزار رو میبینید، حالا تقریبا مشابه با عموم محصولات اسکنرهای داخلانی از رده خودش هست. به جهت شکل ظاهری بدنه خیلی شبیه محصولی مثل الاید استار هست و خب محصولیه که با قیمت مناسبی رو امروز کاربر میتونه دریافتش بکنه و تقریبا فیچرهای کلیدی که انتظار داره در یه اسکن داخل دهان دریافت کنه رو میشه از این محصول هم انتظار داشت. بیش از این توضیح نمیدم، بریم برای اصل داستان و داستان اسکنمون. سرجون بریم. سکانس هم از فک بالا بناست که اسکنم رو شروع کنم. دکمه استارت رو میزنم. خب شروع سریع و خوبی داره. اوکی عالیه. با 30 فریم پر سکند تصویر برداری انجام میده و اسکنر خیلی روان و خوبیه در اسکن. آپدیتش هم خب اخیراً انجام شده و انتظار اینه که هم در بافت نرم هم در بافت سخت بتونه یه اسکن روان رو به من بده. البته همینطور هم هست. واقعیت اینه که از انتظارم میشه گفت که یه جورایی بهتر بود. شاید خوب بود. من میتونم فایل رو چک بکنم، قطعا باید بتونم رو خود گستچر کنترل هم یه سری کنترل ها رو داشته باشم. نگه میدارم باتن رو و وارد مود کنترل میشم. فایل رو میخوام ارزیابی کنم ببینم کافی هست اسکنم. خب دندون عقل چپمون مثل همیشه اسکن نشده ولی بقیه نواحی اسکن خوب و روان رو داشتم. میشه در فک پایین هم ارزیابی کرد که آیا در اسکن زبان و حذف بافت نرم زبان هم موفق هست یا نه. اما این اسکن الان قابل قبوله، من میتونم برم برای استپ بعدی. خب با نگه داشتن همین باتن میتونم برم روی کنترل و گستچر کنترل منو میبره به استپ بعد، اسکن فک پایین. قبل از اون داره فک بالا رو ریفاین میکنه و خب یه چند لحظه طول میکشه که رندرش گرفته شه اسکن فک بالا تا بریم برای شروع فک پایین. این استپیه که ممکنه در انتهای اسکن ها همزمان با هم انجام شه. حالا در این محصول الان بعد از اسکن فک بالا این ریفاینمنت رو داره بلافاصله انجام میده. خب اسکن فک پایین رو انتخاب میکنم ببینیم در فک پایین که معمولا چالش بیشتری داریم چطور کار خواهد کرد اسکن رو. راضی هم از عکس‌ها رو. چه در بازیابی تصویر چه در حذف زبان خیلی موفق و خوبه. یه اسکن زیر شاید 20 ثانیه رو میشه در کیس فول ماوس ازش انتظار داشت. این اسکنیه که میتونیم الان چکش کنیم فایل رو ببینیم که آیا همه جا کافی هست یا نه. بافت زبان رو هم خب برای من حذف کرده و در واقع میتونم اون رو هم ببینم. به طور کامل زبان حذف شده، سوتولینگ ها ثبتش کامله، باکال کامله و در یه زمان خیلی کوتاه. خوشبختانه محصول عملکردش خیلی مناسبه. بریم سراغ بایت اسکن و ببینیم در اسکن بایت چطوره ساچه. خوبه؟
من اکستند میکنم یه مقدار در واقع فضای بیشتری رو. همینجا به من قدرت کنترل رو میده، میتونم چک بکنم فایل رو آیا با اون شرایط داخل دهان منطبق هست یا نه. یه اسکنر با سرعت قابل قبول و با قیمت قابل قبول، قطعا یه مسئله ارزشمند. اسکن تمام شد. بریم برای اینکه ریکوایرمنت رو کامل بکنه برامون، ببینیم چقدر زمان میخواد. معمولا با زیر 1 دقیقه در یک کسی مشابه سارا بعد این استپ کامل شه. 90% بله و کامل شد. دوباره امکانو داریم که چک بکنیم اگر جایی نیاز اسکن دقیق‌تر ثبت شه، اگر لازم رو بافت بیشتر در واقع ثبتی رو انجام بدیم در اسکن فک بالا یا فک پایین، امکانو داریم که همین الان این نواحی رو اصلاح بکنیم. قطعا بیمار تو این مرحله همچنان هست در دسترس که اگر لازم اصلاحی انجام بدیم انجام شه و بعد مرخصش کنیم که همه چیز خوبه. بریم برای فینیشینگ. سارا یه فن داشت این محصول که در فصل سرما خب این فن خیلی کاربردیه برامون، از این جهت که اون عملکرد ضد بخار رو آینمون بتونه اعمال بکنه. خب این تیپی که استفاده کردم تیپ رگولار محصول بود و حالا همونطور که دیدید یه سرعت خیلی قابل قبول رو در اختیارمون قرار داد برای اسکن 2 فک. الان مرحله‌ایه که فایل آماده ارسال هست و تو این مرحله میتونیم باز دوباره چک بکنیم اگر نیاز به تغییر هست پیش بینیشو بکنیم و بریم برای ارسال. تو این مرحله اگر توضیح تکمیلی لازمه انجام میشه و اگه همه چیز اوکی هست میریم برای اکسپورت. در اکسپورت فرمت فایل رو من میتونم انتخاب کنم با چه فرمت های فایل ارسال شه. میتونه همه این فرمت ها با هم باشه و نهایتا فایل رو هم میارم روی دسکتاپ که دسترسی سریع بهش پیدا بکنم. بسیار خوب. ببینیم مجموعاً این 3 تا در واقع فایلمون در پایان چه حد حجم دارن. مجموعاً فایل های من فرمت PLY و OBJ من 92 مگابایت حجمشون هست، مجموع هر 3 فرمت با هم که خب باز در واقع حجم مناسبیه برامون. خب محصول رو دیدید، KP دیجیتال، KP اسکنر، یه اسکنری بود با نسبتاً در واقع قیمت مناسب و منطقی ولی در این حال با سرعت خیلی قابل قبول و مناسب. در کیس های ایمپلنت هم حالا همونطور که روی نمونه کست دیدید اسکن موفقی رو برامون روی اسکن بادی داشت. یه اسکن امروزی هست. ما اسکن امروزی انتظارمونه که همینقدر خلوت باشه، یه اسکنر باشه و یه کابل USB که مستقیم به محصول وصل میشه یا احیانا حتی وایرلس باشه و در این حال در خود تجربه نرم افزار هم پیچیدگی زیادی نداشتیم. تقریبا آپشنایی که در عموم اسکنرها به طور مشترک انتظارش رو داریم. خروجی راحت و در دسترسیه که میتونم از طریق پلتفرم‌های مختلف انتقال فایل به لابراتوار انجام بدم. خب در پایان این ویدیو لازمه مثل همیشه اول تشکر کنم از تیم فیوچر مگ بابت همراهیشون برای ضبط این مجموعه ویدیوها و همینطور از شرکت روژین طب کلان نمایندگی رسمی اسکنرهای KP اسمایل اسکن که لطف کردن امکان در واقع ضبط ویدیو محصول فراهم کردن. اسکنری که فکر می‌کنم شما هم با من موافق باشید در کار کلینیکی واقعا عملکرد مثبت و موثری رو داشت. این اسکنر خب آپدیت اخیر رو داریم روی نرم افزار. در آپدیت جدیدتری که بناس بیاد ظاهرا زبان فارسی رو هم بناس به امکانات خودش اضافه بکنه که همکاران داخل کشور باز به شکل راحت‌تر و دستیاران مطب‌ها به شکل راحت‌تر بتونن با نرم افزار ارتباط بگیرن. منتظر آپدیت‌های جدید محصول باشید و همچنین منتظر محصولات جدید در پیج فیوچر مگ باشید.